رزگرتنا با روح قربانی انفالیه دبن سرود عراقی ده لموسکوی کنفرانس که جبو بیرانینا 38مین سال بگره قربانیان کمکوژه انفالیه بریوتچه کنفرانس جهل نونرتیه فدراسیون جنین دیاسپورای کرد یا لروسیه به پشتگیری نونرتیه حکومت حرم کردستان یا لروسیه حتی ارگانیزه کرد. جارا بشین وقت لیور اف کنفرانسانا و باورن وکی و دنگی ما لهمو جابه سکرنه جبر کتش ته سرنا یجبیرا کرن و چه هر و هاجمتی زارو کن خارجی گلی دکن و گلی بکنجی جبر که تراژدی هسا ایدان نینه چه کرنه چاوا وکی بجن انفاله و حلب جای و بجن شنگاله آن جی جدنی ناره هاتنه چه کرنه. موکو نونراتی لسالانی رابردوش کارمال سر و پروسه کردو و استاش آماده سازی و آماده کردنی مناسباتی که لوزورا دتوانم بالام حالدانی که ترى بو ببیری هم ولاتون توقعین تریش بینی و کارساتی که لوزور بسرگلی کردات و پیویس شلدات و دا بزینوساید بناسندرت. سیاستمدار، دیپلمات، چلاکوان جواکی، خواندکاران زانکو و نونرین دیاسپورای کرد د کنفرانس دا آمادنه. اليوم نشارك الأخوة الكرد. ایرو کردین روسیای بجاری بیرانی نکدبن که زدتری 40 سال لسر کمپانیا انفال و جنوسیتا لدیجی گل عراق بگشتی و به تایبتی لدیجی گل کرد بکاتیته بیرانین. اف چالاکی جبو بیرانینا ایشن کو گل عراق دوی سردمه ده کشاندیا جنفشان را خدمت که. تراژدیا انفال شوپک کورهشتیه نه تنه ده دیروکا گل کرده بلکه ده دیروکا توا شارستانی جهانی ده. لروسیای هر کس جوی کاراساتا کردان آگاهدار نینن. جبو خردکرنا پیوندین دو عالی دوی هر دو گل های جروپلن هفدو ین کاراساتی هبن. راپورتن زانستی ین خواندکاران همش دیاسپورا همش ین کردستان خالا هری گرینکا کنفرانسیه. او آزادی که است همانا با قربانی خوینی شهیدان با که لعاز دجمنان ما شریان کردو او آزادی اسلام دستنا. نوینی پیوسته همون خوشکانی میجوخان با پیانی امزان. بو اوی لهر حالاتك دابي لهر كاتك دابي اما بتواني ولامك ما هبه برامبر دجمنان من کردن دیاسپورای روسیه هر سال کمکوژی انفال به چالاکین جور به جور ببیرتینن. لجاره یکمکو قربانی انفال به شیوه کنفرانس تی ببیرانین. همشه داده رو داو. مسکو.